درود دوستان عزیز، این ویدیو رو ببینیم با هم برگردیم. میشه بگی یعنی چی؟ مثلا زیاد اجازه نمیدادم ما بریم بابام ببینیم. بابای منم خیلی اصرار داشت ولی باش بد رفتار میکرد. کدوم بیمارستان بود بابا؟ یادم نمیاد اسمش. یاد نمیاد، محلش هم یاد نمیاد. عجیبه. یعنی کسی که میره از ناموس مردم دفاع بکنه، مثلا مأمور مخفی باشه. مأمور مخفی مگه چیکار میکنه؟ داره برای امنیت کشور تلاش میکنه. جونشو گذاشته کف دستش، زندگی نداره، شب و روزشو با هم دوخته. با کمترین برآوردهای مالی هم این بچه‌ها دارن کار میکنن. ابتدا کمال تشکر و سپاسگزاری رو از پرسنل و کادر درمان این بیمارستان دارم. به بابای قاتل و سرکوبگر این طول فاطمه زهرا صدیق کبرای زمان قجری و این نگاه طلبکارانش که انتظار داشته چون که پدرش قاتل و سرکوبگره باهاش مثل بقیه رفتار نشه و زمانهای غیر زمان ملاقات هم اجازه حضور پیش پدرش رو داشته باشه و آرامش بقیه بیمارا رو به هم بریزه و این نگاهی که اینا دارن که قانون فقط برای مردم هستش نه برای اینها هم نداره. اما خوب به نگاه و چشمای این مجری منفور نگاه بکنید. با بیرحمی و شقاوت تمام و حالت بازجویانه ترسناک از دخترک میپرسه که کدوم بیمارستان و سریعا سعی در جمع‌آوری اطلاعات داره. آره، این صفت بارز تمام پرستوهای نظام هستش که سریعاً فاز اطلاع جمع کردن و پرونده سازی حتی از هیچی رو دارن. حالا ازتون میخوام این ویدیو رو هم تماشا بکنین چون که میخوام یه نتیجه گیری کلی و اساسی داشته باشم. خواهش میکنم. چون وقت من فرش ایرانی خیلی دوست دارم. آره. سرم درد نمیکنه. میخوام من رو فرش بشینم گفتگو کنم. میایم بریم رو فرش بشینیم؟ بله. میایم لباساتون چروک نمیشه؟ نه میفرمایید ما در خدمت. بفرمایید. الان باید خیلی این کار قشنگ رو میشه. کنیم. تصور شیری میگن که وصف العیش نصف العیش. چه کاریه؟ خیلی خوبه که مثلا آدم فکر کنه که خلبان مسافرین حالا پشت صحنه المیرا شریفی مقدم هستن. خیلی خوب. نمیکشم. چه شغلیه که من دارم؟ منم آدمم. دیگه نمیتونم از فانی که یاد گرفتم. این یه گوشه کوچیکی از هرزگی و لوندی و حرکات مشمئز کننده این مجری ها و این پرستوهای حکومتیه. ببینید پدیده این پرستوهای رسانه‌ای و مجازی فقط مختص به داخل حکومت پوسیده نیستش. بعد از جنبش مهسا جمهوری اسلامی و اتاق فکرش به شدت روی پرستوها کار کردن و روی اونا حساب باز کردن چون که جمهوری اسلامی سلاح خطرناکش بمب و موشک نیست بلکه عدم اتحاد، یعنی به هم زدن اتحاد، ایجاد تفرقه، شکاف بین اپوزیسیون، الغای بدبینی و شبهه بین مخاطب و همینطور ایجاد ترس و رعب و حاشیه سازی که اینا رو بیشتر مسئولیت و مأموریتش رو به پرستوهاش سپرد. البته در این یک سال اخیر تعداد زیادی از پرستوهاشو بین پادشاهی خواهان انداخت که برای تخریب سامانه پادشاهی، یکی با فحاشی کردن و حدساکی که بگن پادشاهی خواها فحاش هستن، یکی با بلاگری به موضوعات کم اهمیت برای کم ارزش کردن مردم کف خیابونن و مردم داره میزنن، انقلاب و مبارزه و یا حتی پایین کشیدن مقام رضاشاه دوم و عده‌ای هم مجموعه از تمام اینها. تو اکثر این پرستوها خشونت جنسی و زن ستیزی نهادینه شده و این متد تخریب، لو دادن اطلاعات فعالان همون داکستینگ و ایجاد تفرقه، حس ناامیدی و ناامن کردن فضا برای مبارزان هم کاملا مشهور. هم میهنه عزیزم، اون پرستوهای داخل بدنه حکومت که تکلیفشون مشخصه، اما این نفوذی ها که نقاب های مختلفی میزنن دقیقاً با بوی سقوط جمهوری اسلامی حالت حشرات چندشاوری رو دارن که حشره کش بهشون خورده و در حال دست و پا زدن های مشمئز کننده هستن و الان تفکیک خائن از خادم و پرستو از مبارز با این هوچیگری ها و شلوغکاری ها پوشونده نمیشه. پس
بدون توجه و با چشم‌پوشی کردن از تمام این هوشیگری ها و تمرکز کامل به روی هدف اصلیمون که آزادی ایران هستش به راهمون ادامه میدیم و این حشرات رو به حال خودشون میگذاریم تا نابودی کامل. پاینده ایران، جاویچا تا ابد.